کودک از پدرش پرسید: پدر، مرد یعنی چی؟ پدر گفت: مرد نفری را میگویند که بدون هیچ انتظاری خود را فدای خوشبختی و خوشحالی خانواده اش میکند. کودک گفت: کاش من هم میتوانستم مثل مادرم مرد شوم. مادری را دیدم، از چشمانش اشک جاری میشد. از او پرسیدم: مادر جان، چرا گریه میکنی؟ گفت: من 4 فرزند خود را در یک خانه خرد کلان کردم، خوراندم و پوشاندم، اما حالا باشد در ایام پیریم در 4 خانه کلان خود برای من جای نمیابم. خانه بی مادر در آنجا خیره میسازد چراغ، یاد مادر میگذارد در زمین سینه داغ. از مادر پرسیدند: چشمان بینا میخواهی یا خوشبختی فرزندت را؟ مادر گفت: چشمان بینایی که خوشبختی فرزند را نبیند چی لازم؟ زندگی باغ و بهارش مادر است، آفتاب نوربارش مادر است. هر کی را بینی به دنیا سربلند، اولین آموزگارش مادر است.